نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحیم. و کسانی را که به زنان پاک دامن نسبت زنا می دهند و آنگاه 4 گواه نمی آورند 80 تازیانه بزنید و هرگز گواهی دادن آنان را نپذیرید و چنین کسانی فاسقند، مگر کسانی که پس از آن توبه کردند و نیکوکاری در پیش گرفتند، پس همانا الله آمرزنده مهربان است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.